ولی حالم دست خودم نبود. بد و بیرای بدی هم به خانومم گفت، ولی بازم دلیل نمیشه، کارم اشتباه بود. برای چی بد و بیرا گفتی؟ چون زیاد نگهش داشته بودم بیرون. میگفت مگه فکر کردی من مثل خانومتم که تا دیر وقت نصف شب با یه مرد غریبه بیرون وایستم حرف چرا این حرفو زد؟ بدتر شناختی داشت؟ نه، چون من نگرش داشته بودم که یه ماشینی میاد دنبالمون بریم پیش دعانویسه که هی لفتش میدادم که مثلا نه مثال خانومتون رو چرا آورد؟ که من مگه مثل خانومتم؟ مثلا بعد و بیرا بگه دیگه، همینجوری یه دفعه تو عصبی. سوال آخرمون که فکر می‌کنی آخرش چی میشه؟ آخر این قضیه آخرش امید داری؟ نه میدونی که آدم به امید زنده است. امید نداری اصلا؟ فکر می‌کنی آخرش چی میشه؟ نه خودمو میکشم. خودتو میکشی؟ نه منطقی صحبت کنی. آخرش این میشه که خانم از من جدا میشه، در صورتی هم که میتونه صبر کنه، شاید رضایت دادن 1.5 سال دیگه 2 سال. پس امید داری هنوز. برگشتم سر سال اول. پس امید داری هنوز. اصلش رو بخوای آره، اگه کسی زیر پاش نشینه که طلاق بگیره. یعنی کسی هست برای این کار؟ آره. یعنی راضی نبودن به این ازدواج؟ اصلا. میگفتن چی؟ سنش کمه، قبلا خلاف میکرده، ولی یه خودش واسه خیلی خوبه. لحظاتی پیش خب گفتگوی ما با متهم عجیب و البته جوان این پرونده به پایان رسید و الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب سرگرد بابک نمکشناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ. جناب سرگرد شما چی فکر میکنید درباره این پرونده؟ من بهش میگم عجیب از این لحاظ که شاید بگیم قتلی انجام شد به خاطر یک دعانویسی و شاید رمالی، به خاطر یک دروغ، به خاطر یک دروغ. و متاسفانه تو این پرونده ما شاهد هستیم یک خانوم واقعا بیگناه، کسی که حالا سعی میکرد به نوعی زندگیشو سر و سامون بده، تو این پرونده قربانی جنایت شد. جنایت توسط شخصی که طبق گفته‌های خودش از 8 سالگی رفتارهای پرخطر داشته. حالا از مصرف مشروبات الکلی شروع کرده از 8 سالگی، بعدش هم که سیگار، بعدش از 9 سالگی بحث مصرف سیگار رو مطرح کرده، بعدش مصرف شیشه، مصرف تریاک. اینا میشه همه رفتارهای پرخطر. رفیق بازی‌های عجیب که من هنوز متوجه نشدم. اگر دوستان من دارن صدای منو میشنون الان، کسی تعریف خاصی از رفیق بازی، تعریف درستی از رفیق بازی بده به من بگه. جناب سرگرد من واقعیتش خیلی نمیفهمم این دپای رفیق خیلی کارهای اشتباهو کردن چه معنایی میده. دوست کسیه که حالا ما تعریف شخصی خودم، یعنی تعریف سازمانی اصلا انجام نمیدیم. رفیق کسیه که باعث پیشرفت شما تو زندگی اجتماعی شخصی و اخلاقیت بشه. خانواده ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟ مثلا خانواده این قاتل چی کار میتونستن بکنن طبق تجارب شما؟ نکنید این صحبتایی که حالا هم جلوی میکروفون با این متهم انجام دادیم و بعضی جاها که درخواست میکرد که به صورت خصوصی صحبت کنیم باهاش، نکنید یک فاصله بین این متهم و خانواده‌اش ایجاد شده. دقیقاً. خب ایشون میگفت، ازش سوال کردیم، میگفتیم شما به همسرت دروغ گفتی؟ میگفت اصلا به غیر پرونده قتل من دروغی به همسرم نگفتم. اما به خانواده‌اش تا میگفتیم دروغ گفتیم، میگفت خیلی زیاد. تا میتونستم دروغ میگفتم. آره تا میتونسته به اعضای خانواده‌اش دروغ میگفته. نکنید یک فاصله ایجاد شده بود. حالا درست یا نادرست شما باز میذاریم شنونده تصمیم بگیره. یک فاصله ایجاد شده بود بین خانواده متهم و اعضای خانواده. این فاصله از کجا ایجاد میشه؟ هیچ کس ذاتاً از زمان بعد تولد بد نیستش. یک سری عوامل اجتماعی، یک سری عوامل علتهای خانوادگی و یک سری عدم نظارت‌ها باعث میشه یک دیوار راست کج بشه. چرا نباید در داخل یک خانواده نظارتی وجود داشته باشد که ایشون مدعی بشه من از 9 سالگی سیگار دارم میکشم، من از 8 سالگی دارم مشروب میخورم؟ چرا این نظارت نباید وجود داشته باشه؟ ایشون مدعی هستش من رفیق باز هستم. چرا یک خانواده نباید نظارت داشته باشه بر روی دوستان این شخص؟ به قول شما نظارت درست، نظارت صرفا باید مستقیم نیست. حالا اونی که کارشناسان روانشناسی میگن که مستقیم یا قرار دادن افراد بله. ما اصلا تایید نمی‌کنیم. ما بچه‌ها رو نمیگیم بچه‌ها رو شما در داخل یک دیوار حصار ایجاد کنید،
فعالیت اجتماعیشون از بین ببرید، اما یک نظارت صحیح تعریف شده باید حتما رو بچه‌ها وجود داشته باشه. این چیزیه که شما از پرونده های مختلفی که در اداره آگاهی تهران بزرگ داشتید طبیعتا تونستید تجربه کسب کنید و ببینید که رد پای به قول شما نظارت های مستقیم و غیر مستقیم هست و البته به قول شما رفتارهای پرخطر. پدر مادر اگر با بچه هاشون و به ویژه دختراشون دوست نباشند بچه ها میرن بیرون با افرادی دوست میشن که شاید صلاحیت دوستی نداشته باشه. و چه بهتر که این محبته درون خانواده تأمین بشه برای خود فردی که عضو خانواده است. خیلی متشکرم از شما جناب سرگرد نمکشناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ. متشکرم و ممنون. راستی جناب سرگرد یادم نرفته شما توی فضای مجازی و کانالی که برای برنامه ما هست همراهیمون میکنید یا رصد میکنید؟ من عرضم به حضور شما سه شنبه شب‌ها که برنامه پخش میشه از رادیو جوان حتما شنونده‌اش هستم. بازخوردی که تو شبکه‌های مجازی هم هستش به ما اعلام میشه. خب الحمدلله خدا رو شکر. خدا رو شکر که شما هم همراه هستید به عنوان یک فرد متخصص در این حوزه. اما شما به عنوان شنونده میتونید همراه باشید با ما در کانال برنامه یک پرونده یک روایت همراه بشید و فیلم ها، عکس ها، فایل ها و تصاویر مختلفی که از پرونده های متفاوت در اونجا بارگذاری میشه رو میتونید ببینید. @یک پرونده، تاکید میکنم این آدرس با ای به پایان میرسه. @یک پرونده.